درود براتون، خوش اومدید به چنل فینیکس کلا و ویدئویی که دارم بعد از 2 ماه دوری از چنل آپلود میکنم و تو این ویدیو قراره بهتون بگم که چرا دارم از کامیونیتی ماینکرافت خداحافظی میکنم. درست شنیدید، این ویدیو خداحافظی من از ماینکرافته. اصلا هم کلیک بیت نیست، فکر میکنید کلیک بیته و امیدوارید که آخر ویدیو بگم که نه شوخی کردم، من قرار نیست از کامیونیتی ماینکرافت ولی نه، اصلا اینطور نیست و واقعا قرار از کامیونیتی ماینکرافت خدافظی کنم. بچه‌ها یه مدتی نبودم، 2 ماهی تقریبا درگیر دانشگاه، باشگاه، کلاس‌های موسیقی، امتحانات و اینجور چیزا بودم و دیگه نمیخواستم که ماینکرافت واسهتون بذارم. حالا دلایلش رو در ادامه ویدیو بهتون میگم. تو این 2 ماهی که نبودم روی چنل دوممون یک فعالیت ریز، یه غیری اومدیم اونور و بچه‌هایی که اون چنل داشتن کلی از کانتنت ها استفاده کردن. همین یه کانتنت های بازی‌های متفرقه، بازی‌های ایندی، کلی بازی گذاشتیم اونجا دیگه. و اگه چنل دومو ندارید حتما داشته باشید، لینکش توی دیسکریپشن و کامنت ها هست. به چنل دومو ساب کنید، کلی ویدیو اونجا هست که میتونید ببینید و لذت ببرید. و اما چرا داریم از کامیونیتی ماینکرافت خداحافظی میکنیم بچه؟ من تقریبا 2 ساله که نمیدونم چند سال، 2 سال شده حتما که دارم ماینکرافت میذارم و اکثرتون منو از گیم ماینکرافت میشناسید، مگه اینکه خیلی دیگه فن قدیمی باشید، منو مثلا 3 سال پیش 4 سال پیش داشته باشید که من بازی ترسناک میذاشتم اون موقع، اونم رو اینستاگرام درستشو بگیم. و اینکه آره، بعد از این 2 سال قراره خدافزی کنم به دلیل اینکه دیگه ماینکرافت واسم چیزی نداره، دیگه تکراری شده دیگه. چقدر من چه میدونم بیلد کنیم، حالا بیلدای خفنی هم که نمیکردیم، فارم بسازیم، حالا فارمای خفنی هم که نمیساختیم، بیلد بتل بذاریم، دیگه چقدر خودتون خسته نمیشید؟ خدا وکیلی کسایی که ماینکرافت دوست دارید باید چنل پیامو ببینید، چنل تیمسا رو ببینید که کلی داره واسه ویدیوش وقت میذاره، ویدیوهای خفن درست میکنه. اگه ماینکرافت میخواد ببینید من شما رو هدایت میکنم به چنل تیمسار که حتما باید از اونجا حمایت کنید بچه‌ها. ویدیوهای پیام واقعا ویدیوهای خفنیه، وقت گیره واسش، کلی وقت میذاره واسش و منم به همین دلیل دیگه، چون کانتنت نمیتونم دیگه چیز جدیدی ازش در بیارم، نمیخوام که در بیارم، حالشو ندارم، یه چیز تکراری شده واسم، تصمیم گرفتیم که دیگه روی این چنل ویدیوی ماینکرافتی نذاریم و چنل رو هدایت بدیم به سمت کاری که خودم چند سال پیش میکردم، یعنی بازی ترسناک. شاید بگی what the fuck حسن چجوری؟ چرا داری این کارو میکنی؟ نمیدونم، حس کردم که دیگه بسته ماینکرافت، میدونی چیه، و دیگه میخوام یه ویدئویی بذارم که حال میکنم باش و شما هم قراره ازش لذت ببرید، چون خیلی ها ویدئوی بازی ترسناک که منو دوست داشتن و مطمئنم شما هم دوست خواهید داشت اگر که با من حال میکنید. اگر با من حال نمیکنی این یه بحثی جداییه. اگه با من حال نمیکنی و فقط به خاطر ماینکرافت منو داشتی تماشا میکردی، واقعا واسط متاسفم. من اینجا چیم؟ شما نرم آیا این همه دارم کانتنت تولید میکنم، منو باید دوست داشته باشی. تو باید من هر ویدئویی میذارم ببینی، منو به خاطر خودم بخوای، نه به خاطر پولم، نه به خاطر کانتنت ماینکرافتم. دیدی چی میگم؟ و واقعا اگه کسی که به خاطر ماینکرافت منو داشته روی این چنل، دیگه دلیل نداره منو داشته باشه دیگه. حال نمیکنی دیگه با من که اگه حال میکردی که میموندی بقیه ویدیوام هم نگاه میکردی. از این بعد دیگه قرار نیست ویدیو ماینکرافت داشته باشیم. چنل دوم شاید هر از گاهی مثلا یه آپدیتی بیاد واسه ماینکرافت، ما ببینیم ماینکرافت چی شده، اونم روی چنل دوم، نه این چنل. پس چنل دوم باید داشته باشی شما در کل. و میگم که هر از گاهی ممکنه ماینکرافت یه هوسی بکنیم، سیخ بکنیم روش بریم چنل دوم یه ویدیوی ماینکرافتی کوچولو بذاریم، ولی واقعا رسما من دارم از کامیونیتی ماینکرافت خروج میکنم دیگه، اصلا قرار نیست ماینکرافت بذارم روی این چنل. و میگم کسایی که ماینکرافت دوست دارن باید به چنل پیامو ببینید که کلی ویدیوی خفن میذاره. منم دیگه اینور دارم کارهای خودمو میکنم، ویدیوهای متفرقه خودمو میذارم روی این چنل، فوکس روی بازی‌های ترسناک و بازی‌های خفنی که میاد
روی چنل دوم بازی‌های متفرقه، بازی‌های ایندی. کلاً قراره چنل ها روی خود من بچرخه، یعنی واقعا کسی که منو دوست داشته باشه میتونه ویدیوهای منو ببینه و اگه منو دوست نداری خاک تو سرت. همین میخواستم بهت بگم. و از امروز و از همین ویدیو قرار فعالیت جدیدم روی چنل اول شروع بشه و ناراحتی؟ ناراحت نباش، من هستم، حسن هست هنوز، کلی بازی ترسناک واسات بازی میکنه، کلی میرینه به خودش. تو میتونی حسنو در بازی ترسناک دنبال کنی، کلی میخندی. فکر کن 1% من دیگه ماینکرافت بذارم هرگز. و صحبت هایی که باید میشد و اگر که منو دوست دارید حمایت هاتون یادتون نره. الان در این شرایط من بیشتر از همیشه به حمایت شما نیاز دارم که شما نشون بدید حسن من تو رو واسه خودت میخوام، تو رو واسه بامزگیات میخوام، واسه خالی حسن میخوام. مسخره بازی ها بس دیگه، تو رو میگه زحمت میکشیم بابا، تو نمیبینی چه بلای سر ما اومده. این ماینکرافت دیگه چی بذارم دیگه، خدا وکیل خودت خسته نمیشی؟ کلی بازی خفن بذاریم. حمایت کن. چنل دومو چقدر من بهت بگم، برو اونجا ببین چقدر ویدیو ریخته. از هر بازی تو بگی من اونجا ویدیو گذاشتم. چنل دوم ببین، چنل اولم فعالیت شروع شد از همین لحظه. فردا ویدیو میاد، پس فردا ویدیو میاد، پس فردا ویدیو میاد. دوست دارم زیاد موضوع قشنگیات باش، قشنگی به چشمات میاد. چی گفت؟